حالا نوبتی هم باشه، نوبت حرف کیوه. این کیوه کوچیکه و این کیوه بزرگه. توی این قفس ما با یک پرنده آشنا میشیم که اسمش بلدرچینه. بلدرچین به انگلیسی میشه کوئل که با حرف کیوه بزرگ شروع میشه. اینم خانواده بلدرچیناست. حالا باید بریم سراغ طرز نوشتن کیوه کوچیک که دقیقاً مثل پیه ولی برعکسش. و اینم کیوه بزرگه که مثل او نوشته میشه و یه خط از وسطش رد میشه. این کیوه کوچیکه و اینم کیوه بزرگه. با حرف کیو یاد گرفتیم که توی انگلیسی بلدرچین میشه کوئل. بدو کبابه، کباب داغه. بدو بیا بشین روی این صندلی عزیزم، میخوام بهت جوجه کباب سوخاری بدم. به به روبی عزیز دل من، بگو ببینم این وسط کباب سیخی از کجا آوردی؟ راستش دیدم سیخ و گوجه و منقل که هست، اینجا هم بلدرچین زیاده، گفتم چند تاشو کباب کنیم بزنیم تو رگ. کسی هم که نمیفهمه. چی؟ بلدرچین؟ وای روبی، وای این چرا پشتک وارو میزنه واسه من؟ ذوق زده شده یعنی؟